سلام دورتون بگردم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، ردیف باشین. امروز اومدیم با یه گیم پلی فورتنایت، یه بازی خیلی خفنیه که خیلی پرطرف داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید. حتما کانال ما رو حمایت کنین، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین و این زنگوله این گوشه هم بزنید که ویدیوی من به دستتون برسه، با خبر بشید. متشکرم، دوستتون دارم. بریم که داشته باش. خب یه جای خوب باید بپرم. پریم. من سیتی رو کلا دوست دارم. بریم مرکز شهر. کلا بازی جالبیه، خیلی دوستش دارم. پابجی، فورتنایت واقعا بازی خیلی خفنیه، خیلی هم پرطرف دارم. این که امیدوارم کشته نشیم. مرسی از دوستان خوبم. خب بله، چه ویوی قشنگ. اصلا اینا رو برداریم، بله تخت رو خراب میکنیم، کلا به چیزی رحم نمیکنیم. کلا تیر خیلی مهمه دوستان، تیر اصلا فراموش نشه. حیف، واقعا حیف. دوست ندارم اصلا، دوست دارم بله روبرون باز بشه، اینجوری قشنگ تر شد. خب بریم که ببینیم چه تفنگ مسخره ایه. کلته صدا خفه کنم که داره. خب اینجا که خطریه، اینجا ریکسیه. ریکس نمی کنیم. اصلا اینجا اشتباه کردم، باز شو. بله بیرونه کلا اینجا. این که مرسی، یه ذره تیرم بود. باز جنام یه بررسی کنیم دوست. جنام بررسی کنیم. کلا اعتقادی به در ندارم. هیچ یعنی بله مرسی. بابا بنازم، حلالتون باشه. بازم چیز خفنی نیست، ولی خب از اینکه بتونیم. مرسی. نه داره خوب میشه، مثل اینکه اول من اینو بخورم. آرمورم بیاد بالا. آرمور میریزه رو خودش دیگه، نمیشه. حالا ببینیم که بمب کلتر رو فکر نمیکنم نیازمون میشه. تفنگ خوبی به نظر میاد. خب دیگه اینم که نمیخوایم، میشه چوب آهن میخوایم. این درم امیدوارم چیز جالبی توش باشه که نیست. بله این چی خوبه. 100 تا در داره فقط. اینم نمیدونم چیه دوستان، خیلی عوض شد، خیلی وقت بازی نکردم اینو. من دوشکه فکر کنم. آره دوشک ها سکنم نمیدی. آره ریسک نمی کنم که بمیرم من. نه پایین نمیرم، این بالا پایین در خطریه.
این پله باید میذاشه. بازم میگم اعتقادی ندارم منبعی از آهن اینجا. او دیگه میذاره گان پیدا کنیم، گان خفن. ببینیم بالا چه خبر، چیز پیدا میکنیم. بله یه تیر. خیلی با استرس اینجا رو رد میکنم. اینجا دوستان اومده بودیم زورزه ندارم. بله مثل اینکه اومده بود. میرم از اینجا کلا 69 نفر بوده. 69 نفر اینجا رو خیلی اومدیم. خبری هم نیست. هیچ چیز جالبی اصلا اینجا نیست برام. خراب نمیشه. ولی تیره رو من بردارم بازم اون میشه. حالا اینجا کلا هیچی نداره. هیچکی هم که نیست کلا. دوستان بریم پایین هستن. من یه پایین هم نمیریم. چرا یه چک بکنم کسی نباشه. اینجا هم که کسی نیست. نمیدونم. اوه باید بریم ما. دایره خارج شد. اینجا یه ماشین من دیده بودم. منو میزه من چرا نیبینمش. خطری شده. ما سمت دایره بریم ببینیم. قشنگ وزه‌ای داشت ما رو میکشت. بله مرسی. بده نه پایین بیا من زحمت نکشین. من آب نبود میخوام چیکار. من اصلا میخوام. مرسی. اینم من مثل من دوستان تستش کنم. اینم بردارم ببینم چجوری اینه. ایول چیز جالبیه. چیز جالبیه. چه گان حرفه‌ای خدایی. اینجا یه ماشین گیرمون نمیاد یعنی. اینا خوبه اینا نیستن. اینجاش اینا هستن. بله اساس هالووینه. چیز خوبیه.
کسی نیست. نه دوست نه چقدر سخت رانندگی با این. من نمیخوام آقا، من با ماشین میرم. من راه نمیرم. مرسی، چه پرش زیبایی بود خدایی. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. میخوام برم بالا. بذار من بیام بالا. بذاریم بیام. بذاریم میخواد اذیت کنم. من جارو میخوام واقعا. مهم من نیست البته، اصلا نگرانی نداره. حله چه فرود زیبایی. خطری شده اینجاست. نشه مرسی. من تو رو میکشم. رفت کلا. چون اونو بخوریم. معلوم نبود. اصلا زمین موندن بدم میاد. دوست دارم برم بالا. واو مرسی. بابا بنازم دیگه. جان نزن نظرت میخوام قربان. خب اوهو بابا بنازم. گردیم خدایی خوب زدم و 19 نفر موندن. تیرم ندارم من.
این بده. الان من پیتزا میکنم چیکار؟ نه فکر میکنم جامپ بود. اشتباه نکنم به کارمونم نیومد. بابا بنازم. خیلی خوب اومدم خدایی. یعنی 2 جا نزدیک بود من دست برم قشنگ واقعا دوستان. کلمه صدا میاد. صدا میاد. صدای پا میاد. این الان چرا این بالاه؟ یه پایین تو رو برام. مرسی. اینقدر قشنگ اومد پایین. خب ما الان بهتون گفتم من چی نیاز داریم. همیشه شما همیشه تیر نیاز داریم دیگه. خوبه. خب آها بابا ماشالله حلالم دیگه. حلال خودم یعنی. من تیر کم آوردم. بکنه سر یه تیر نداشتن نمیرم. واقعا خدا کنه نمیرم سر این. وای 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 وای. اینجاش استرس داره واقعا. وا مرسی. وا مرسی. یه تیر دیدم اینجا دوستان. چرا قایم شدی اینجا؟ اون که هر سری یه جا وای میسیم. ایوه مرسی. نه اینجا باید بریم. بابا ماشاءالله مردم چی کار دارم میکنم واقعا. حتما سابسکرایب کنم. خدایی از استرس دارم میمیرم سر این تیر. 18 تا تیر دارم. یعنی چی آخه؟ مرسی. بابا برو بریم. ماشاءالله مردمان. یعنی تیر ما همیشه کم میاریم. چه وضعی آخه؟ من اعتراض دارم. دوستان اینو من بدم واقعا لازمه.
نفر موندن دوستان. تیر به من بدین، تیر. این جالبه، یه اونم به دردم نمیخوره واقعا، تیر نداریم. چرا ما یه تیر نداریم واقعا؟ هنوزم 4 نفر فکر میکنن یارم با کار من خیلی سخت شده. صدا از این داره. 3 نفر شده دوستان. برس. اینجا مثلا دوستان خدایی خوب اومدم تا اینجا. من فقط دردم تیره. من میخوام الان تک به تک نشه، اما پیداش کنم ببینم کجایی بگو دیگه. بابا بنازم. دوستتون دارم. بله ویکتوری، امیدوارم لذت برده باشم این ویدیو خفن. حتما حمایتم کنی. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه.